بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک با امن الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از شرح شرطهای نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد العباد. الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. خب، درس امروزی ما با عون الله تعالی آغاز می‌یابد آنجا که شیخ الاسلام فرموده است. خب، قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق المنعم عليهم، یعنی راهی کسانی که بر ایشان نعمت بخشیدی، راهی کسانی که بر آنها نعمت بخشیده است. هم خیلی است. و دلیل قوله تعالی، دلیل سخنی او تعالی است: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، یعنی و کسانی که اطاعت از الله و پیغمبر کنند ایشان همراه کسانی اند که الله برایشان انعام کرده است از پیغمبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و ایشان در رفیقی چی نکو اند. سوره نساء آیت 69. واقعا در این آیه کریمه الله سبحانه و تعالی خبر داده ایستاده است به خاطری که سبب هم صحبت شدن و هم نشین شدن و یک جای شدن با چنین اشخاص بزرگ چی بوده است؟ اطاعت از الله و پیغمبر کردن بوده است. همین از سبب. غیر المغضوب علیهم و هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به فاسأل الله ان يجنبك طریقهم. خب، نه کسانی که بر ایشان غضب کرده شده است و ایشان یهودند که علم داشتند و با آن عمل نکردند. از الله مسئلت میکنی در هر یک رکعات نماز که تو را از راه آنها کنار گرداند، یک جانب گرداند. بنابراین بارک الله فیکم، کدام انسانی که علم دارد و طبق عملی خویش طبق همان علم عمل نمی کند در وی شباهت یهودیت است. ولا الضالین و هم النصارى یعبدون الله على جهل و ضلال تسأل الله ان یجنبک طریقهم، و نه گمراهان و ایشان نصرانی ها هم، یعنی گمراهان نصرانی ها هم که الله را با جهل و گمراهی عبادت میکنند و از الله در هر یک رکعات نماز مسئلت داری یا که مسئلت میکنی که تو را از راه ایشان کنار گرداند. و دلیل الضالین قوله تعالی، و دلیل گمراهان سخن او تعالی است: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. بگو آیا با شما خبر کنم که در عمل زیان بینندگان کیانند؟ کسانی که سعیشان در زندگانی دنیا
بیره است و ایشان میپندارند که آنها کاری نکو انجام میدهند. سوره کهف آیه 103 تا 105. والحدیث عنه، و در حدیث از او صلی الله علیه و آله و سلم چنین آمده است که فرمود لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرج. بیشک شما از دنبال کسانی می روید که قبل از شما بودند یک به یک مانند آنها، حتی اگر ایشان در لانه کلتکلاس داخل شوند شما نیز داخل خواهید شد. گفتند ای رسول الله آنها یهود و نصرانی ها اند. او در جواب چنین فرمود پس دیگر کیست؟ حدیث رو بخاری مسلم روایت کرده. والحديث الثاني حديث دوم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يهودي ها به 71 فرقه تقسیم شدند و نصرانی ها به 72 فرقه تقسیم شدند. این امت به 73 فرقه تقسیم خواهد شد، همه آنها در آتشند جز یک تا. گفتم اینها کیستند؟ گفت کسانی که مانند آنند که من و اصحاب من در آنم. شیخ علامه شارح می‌فرماید که الصراط المستقیم الذي يسأل المسلم ربه ان يهديه إياه هو طریق المنعم علیهم، یعنی همان راه راستی که مسلمان پروردگارش را مسئلت دارد که وی را به همان راه راهنمایی کند. این راهی کسانی است که الله به ایشان نعمت خویش را ارزانی بخشیده است. آن کسانی که الله به ایشان نعمت خویش را ارزانی بخشیده است کیانند؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین، از پیغمبران و راستگویان و شهدا و صالحان، کما قال عز وجل، چنانه که الله عز وجل فرمود در سوره انعام آیه 153 و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه، و البته این است راه راستی من، شما از پیروی از آن بکنید. ولا تتبعوا السبل، براهای گوناگون مروید. فتفرق بكم عن سبیله، وگرنه شما را از راه الله، از راه اساسی، از راه راست بیرهم میکنند این راههای گوناگون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، این است برای شما سفارش تا شما تقوادار شوید. و هو يسأل الله عز وجل في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه طريق الحق والهدى. مسلمان از الله عز وجل مسئلت دارد، یکی مسئلت میکنه، سوال میکنه در هر رکعت از رکعات نمازش که وی را برای حق، برای راست هدایت فرماید. گفته و ان یجنبه طریق اهل الضلالة والغوایه، و آن را کنار گرداند، یک جانبه گرداند از راه اهل گمراه و اهل فریب، من اليهود و النصارى، از جمله یهود و نصرانی ها. و حدیث لا تتبعن سنن من كان قبلكم رواه البخاری و مسلم عن ابي سعید. و حدیثی که شما البته پیروی میکنید یا که پیرو میشوید از راه کسانی که قبل از شما بودن. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردن از ابو سعید خدری. و اوله عند البخاری بلفظ، و اول حدیث
در نزد بخاری با چنین لفظ آمده است که لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا و ذراعا ذراعا. البته شما با آن راه های کسانی می روید که قبل از شما بودند، وجب وجب و ذراع ذراع. و عند مسلم بلفظ لتتبعن الذين من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع. در نزد مسلم با چنین لفظ آمده است که البته شما پیروی از کسانی میکنید که قبل از شما بودند، وجب به وجب و ذراع به ذراع. و حدیث افتراق الامة جاء عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و حدیث پراکنده شدن امت آمده است از دسته از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. انظر تخریجه في التعلیق على الحديث رقم كذا من مسند الامام احمد، و تخریج این حدیث در تعلیق به حدیث با چنین رقم از مسند امام احمد بنگر. وانظر السلسله الصحيحه للالباني، سلسله احادیث صحيح را از آن شیخ البانی را بنگر. وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية والشاطبي والعراقي. و صحیح بودن این را نقل کرده از ابن تیمیه و از شاطبی و از عراقی. والمراد بالامة في الحديث امة الاجابه. و مراد از امتی که در اینجا آمده است یا که در این حدیث آمده است، این امتی اجابت است، یعنی که همین امتی که یعنی که در اسلام هستند، امتی که اسلام را اجابت کردگی هستند، پیغمبر را اجابت کردگی هستند از همین امت. و هذه 73 فرقه مسلمون، این 73 فرقه مسلمانانند. فرقه ناجیة و هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه و آله وسلم و اصحابه. یک فرقه از اینها ایشون کسانی هستند که در همان هستند که در همان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب او بودند. و 72 فرقه متوعدون بالنار انحرافهم عن طریق الحق. و 72 فرقه دیگر هست که ایشان را با آتش دوزخ چه تهدید کرده شده است به خاطر از راه حق کنار و برطرف شدنشان. و امرهم الى الله ان شاء عذبهم و ان شاء عفا عنهم. و کار اینها که عاقبت کار ایشان به الله است، اگر خواهد ایشان را عذاب میکند و اگر خواهد از ایشان عفو میکند. و اما امت الدعوه، اما امتی دعوت یعنی امتانی که در اسلام نیستن، احتیاج به دعوت میباشن، فهم كل انسی و جنی من حین بعثته صلی الله علیه وسلم الى قیام الساعه. این هر انس و هر جن را در نظر دارد که از زمان مبعوث شدن محمد صلی الله علیه و آله وسلم تا برپا شدن قیامت. و يدخل فیهم اليهود و النصارى. و در این امتی دعوت داخل می شود یهود و نصرانی ها و سایر ملل کفر و دیگر ملت های کفر. لقوله صلی الله علیه و آله وسلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم که فرمود والذی نفس محمد بیده، قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی. کدام کسی از این امت نسبت من شنود، خواه یهودی باشد و خواه نصرانی باشد، ثم یموت و لم یؤمن بالذی ارسلت به، بعد از آن بمیرد و به آن چیزی که من آوردم ایمان نه آورده باشد، الا کان من اصحاب النار، از البته از اصحاب دوزخ خواهد شد. رواه مسلمون عن ابی هریره رضی الله عنه. این حدیث را مسلم روایت کرده است از ابو هریره رضی الله عنه. وانظر فتاوی شیخ الاسلامی، آید این فتواهای شیخ الاسلام را بنگر و فتاوی اللجنه دائمه و همچنین فتواهای لجنه دائمه را. نعم، نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.